به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت تمامی شما عزیزان و همراهان گرامی دانشگاه پیواس. سرپور هستم با جلسه جدیدی از آموزش وردپرس در خدمت شما هستیم عزیزان. امیدوارم که حالتون عالی باشه. خب جلسه قبلی به نصب ضمپ پرداختیم و توضیحات کافی رو خدمت شما دادیم. حالا میخوایم که یه مقدار جلوتر بریم و وردپرس رو بر روی ضمپمون نصب بکنیم. برای نصب وردپرس بر روی ضمپ شما خب اول اینکه هر موقع بخواید از ضمپ استفاده بکنید باید توی پنلش آپاچی و مای اسکیول رو روشن بکنید که اگر این دو روشن نباشن به شما نمیتونید استفاده بکنید. زمانی که شما ضمپ رو نصب میکنید اگر داخل مرورگرتون سرچ بکنید و درج بکنید یه جورایی لوکال هاست، وارد یک صفحه‌ای میشید که به صورت پیش‌فرض خود ضمپ این صفحه رو ایجاد کرده. میبینید که نوشته شده Welcome to ضمپ و موارد دیگه. خب این چیه؟ این یک فایل HTML، این یک نمای اولیه از ساختمون ماست که ساخته شده به صورت پیش‌فرض و باید پاک بشه. چرا؟ چون خب این رو گرفتیم، این رو قرار دادیم در این قسمت و خود ضمپ این فایل رو به صورت پیش‌فرض قرار داده تا یه سری حالا موارد اولیه رو به ما بگه و باید که پاک بشن اینها. قبل از اینکه پاک بکنید این صفحه رو برید به phpMyAdmin و در این صفحه‌ای که مشاهده میکنید روی دیتابیس کلیک بکنید. در این قسمت یک نام برای دیتابیس جدیدی که میخواید ایجاد بکنید بسازید. نکته‌ای که وجود داره این هست که همیشه سعی بکنید یک فایل نوتپد داشته باشید که بتونید فایل ها، اون رمز، پسورد یا هر چیزی که در این مسیر طراحی سایتتون استفاده میکنید رو داخل اون فایل قرار بدید و در نهایت اسم اون فایل رو به نام پروژه‌ای که دارید انجام میدید بنویسید. مثلا پروژه طراحی سایت فروشگاهی فلان، مثلا میتونید اسم اون پروژه‌ای که گرفتید رو روش بنویسید و همیشه باید همه اطلاعات توی همون یه دونه فایل وجود داشته باشن و تا میتونید هم باید سعی بکنید اون فایل به دست هیچ کسی نیفته، چون خب اطلاعات ارزشمند، یعنی که کسی بتونه یوزر پسورد دیتابیس شما رو داشته باشه بسیار خطرناک و به راحتی میتونه اطلاعات شما رو حالا یا خراب بکنه یا به سرقت ببره. بنابراین ما هم بایستی که یک فایلی رو ایجاد بکنیم و این اطلاعات رو داخلش بذاریم. خب من میخوام که توی این مسیر یک فایل ایجاد بکنم، روی نیو کلیک میکنم و یک فایل تکست میسازم. میتونم اینجا نام پروژه‌ام رو بنویسم، میگم که آموزش پروژه‌مون چیه؟ پروژه آموزش وردپرس و بازش میکنم. در این قسمت چون میخوام اول از همه اطلاعات دیتابیس رو وارد بکنم، اینجا مینویسم که دیتابیس و یه 2 نقطه میذارم و حالا از این به بعد هر اطلاعاتی که اینجا وارد میکنم رو اونجا بهش ارائه میدم. اینجا از من یک دیتابیس نیمی میخواد. من میخوام اینجا نامش رو بنویسم. ببینید فرقی نمیکنه که این نام چی باشه، فقط از حروف انگلیسی استفاده بکنید دیگه، فرقی نمیکنه که این نام چی باشه. فرض مثال ما مینویسیم اینجا پیواس و در این قسمت هم میگم که نیم برابر هستش با پیواس. برای عبارت های طولانی تر سعی بکنید کپی پیست بکنید که یه مقدار مطمئن تر بشید و مطمئن بشید که فیلد بعدی دقیقاً روی همین عبارتی که اینجا ما قرار دادیم قرار بگیره، یعنی عبارتی که وجود داره همین عبارت باشه و فرقی نکنه. بعد از اینکه شما این اطلاعات رو وارد کردید روی کریت کلیک بکنید تا دیتابیس برای شما ساخته بشه. همونطور که میبینید الان ما یک دیتابیس اینجا داریم. نیازی به وارد کردن اطلاعات به صورت دستی نیست. نیاز نیستش که شما اینجا بیایید و تیبل بسازید، جدول بندی بکنید و با زبان اسکیول بخواید کار بکنید. اصلا نیازی به این کارها نیست. اینها کارهایی هستن که وردپرس خودش برای شما انجام میده. پس وظیفه شما تا به اینجا این بودش که این موارد رو بسازید. این مواردی که تا به الان ساختیم صرفا داخل ضمپ و لوکال هاست کاربرد دارن. نیازی به انجام این کارها در داخل هاست و دامنه نیست، هرچند که اونجا به یک صورت دیگه انجام میشه و دیتابیستون رو یک حالت دیگه میسازید. ولی در هر حال دیتابیس باید ساخته بشه، چه داخل هاست چه داخل ضمپ. بعد از اینکه این موارد رو ساختین وارد همون پوشه‌ای بشید که ضمپ رو داخلش نصب کردید. میبینید روی درایو C و پوشه ضمپ.
تمام فایل هایی که ببینید اینجا یه جورایی سمت سرور ما هست. خب اینها فایل هایی هستن که تو سرورمونن. یه جورایی الان این قسمتی که دارید مشاهده میکنید سرور سایت ما هست. چیزهایی که به کاربر نشون داده میشن، یعنی زمانی که کاربر میاد و درخواست دسترسی به سایت رو به ما ارسال میکنه، اون چیزهایی که بهش نمایش داده میشن فایل هایی هستن که در پوشه htdocs یا روت قرار میگیرن. ما در جلسات قبلی با همدیگه در مورد این صحبت کرده بودیم که یک کاربری اگر که میخواد وارد وبسایت ما بشه و وبسایت ما رو مشاهده بکنه، از طریق مرورگرش یک درخواستی رو ارسال میکنه با قرار دادن لینک داخل اون مرورگر. درخواستی رو ارسال میکنه که میره به سمت سرور و سرور اون رو تجزیه تحلیل میکنه، یک پاسخی به کاربر میده. درسته؟ این چیزی بودش که جلسات قبلی با هم دیگه صحبت کرده بودیم. اگر خاطرتون نیست حتما مشاهده بکنید ویدیوی جلسات قبل رو. فایل هایی که از طریق پاسخ به کاربر ارسال میشن، یعنی این پاسخی که ارسال میشه در اصل یه سری فایلن. خب حالا چه فایل هایی به سمت کاربر ارسال میشه؟ فایل هایی که در پوشه روت سایت وجود دارن. روت یعنی ریشه، یعنی اون بخش اصلی وبسایت ما، یعنی فایل هایی که توی پوشه روت قرار میگیرن به سمت کاربر ارسال میشن. شما اگر از زمپ و لوکال هاست استفاده بکنید، فایل روت داخلشون htdocs نام داره و اگر از هاست و دامنه استفاده بکنید، فایل روت اسمش public underline html هست که این موضوع به صورت معمول هستش و شما اگر از لوکال هاست استفاده بکنید و از سرور استفاده بکنید، هر کدوم تفاوت‌های خودشون رو دارن. بسیار خوب. حالا در این قسمت زمپ ما که کلن فایل های سرور ما وجود دارن، کدوم پوشه هستش که فایل هاش به سمت سروره، به سمت کاربرمون میرن؟ درود بر شما. htdocs پوشه هستش که هر فایلی داخلش باشه میره به سمت کاربرم. کاربر ما برای اینکه دسترسی پیدا بکنه به سایت باید لوکال هاست رو فراخوانی بکنه. زمانی که این رو فراخوانی میکنه، وارد یه جورایی یک درخواست به سمت این سرور ما در این قسمت ارسال میکنه. سرور ما میاد پوشه htdocs رو باز میکنه و هر فایلی که اینجا وجود داره رو میاره بهش در این صفحه نشون میده. حالا من میخوام بیام هر چیزی که اینجا هست رو پاک بکنم. چرا؟ چون باید پاک بکنم. حالا اگر که من بیام اینجا و لوکال هاست رو سرچ بکنم، میبینید که به ما یک پوشه خالی میده، میگه که خب این آدرسی که وارد کردید به سرور وارد شده، منتها خب فایلی نبوده که ما به شما اون رو ارائه بدیم. شما باید یک فایلی رو خودتون ایجاد بکنید. اگر من بیام اینجا داخل این فایل یک فایل HTML ایجاد بکنم، HTML و نامش رو هم بذارم ایندکس، این مباحث به اصطلاح برنامه نویسی هستن. به هیچ عنوان نیازی نیستش که شما به اینها تسلط داشته باشین. اینکه index.html چیه رو بهتون الان میگم. و حالا اگر من این رو رفرش بکنم میبینید که یک صفحه خالی برام میاره. یعنی چی؟ در اصل وبسایت ها بر اساس HTML، CSS و جاوا اسکریپت ساخته میشن. شما اینها رو در قسمت برنامه نویسی سایت میتونید مشاهده بکنید. یعنی داخل پیواس ما برنامه نویسی رو به شما آموزش دادیم. اگر میخواید برنامه نویسی بکنید از اینها میتونید استفاده بکنید. شما چه از وردپرس بخواید استفاده بکنید، چه از کد نویسی بخواید استفاده بکنید، سایت چیزیه که با HTML و CSS و جاوا اسکریپت بالا میاد. حالا اگر شما از وردپرس استفاده بکنید، دیگه نیازی نیست مثل من الان بیاید اینجا خودتون فایل HTML رو ایجاد بکنید یا بیاید اینجا فایل CSS ایجاد بکنید یا جاوا اسکریپت ایجاد بکنید، کد نویسیشون بکنید و اینها. خود وردپرس برای شما این کارها رو انجام میده و یعنی نیازی نیستش من این رو ایجاد بکنم. حالا که من اومدم این صفحه رو ایجاد کردم، با فراخوانی لوکال هاست سرور میاد فایلی که من در این قسمت بهش ارائه دادم رو به کاربرمون نشون میده. خب فایلی که اونجا ایجاد کردم دارای هیچ محتوایی نبود، پس به من هم هیچ محتوایی نشون نمیده، ولی صفحه برام لود شده. امیدوارم که این مبحث براتون جا افتاده باشه و مفهوم رو درک کرده باشید. این که مفهوم این رو درک بکنید یا نکنید تداخلی در فرایند یادگیری شما تو حوزه وردپرس وارد نمیکنه، ولی بدون شک خیلی کمکتون میکنه که بتونید بازار کار و یه جورایی کارتون رو حرفه‌ای تر انجام بدید. محتوا رو زمانی که شما حرفه‌ای تر بدانید که چی هستن، بدون شک
کارتون هم حرفه‌ای‌تر میشه. من این فایل رو پاکش میکنم و مجددا این صفحه رو اگر رفرشش بکنم میگه هیچ فایلی داخلش نیست. اما باید فایل ایجاد بشه داخلش. ما میخوایم الان وردپرس رو نصبش بکنیم داخل ضبطمون. اینجا سرچ میکنیم وردپرس، یا میتونیم حتی بنویسیم که دانلود وردپرس، ولی فرقی هم نمیکنه. ما وردپرس رو هم بنویسیم برامون wordpress.org بالا میاد. حتما توجه بکنید که سایتی که میخواید ازش وردپرس رو دانلود بکنید wordpress.org باشه و روی دانلود وردپرس کلیک بکنید. در قسمت دانلود اون شما میتونید اینجا مشاهده بکنید که به اصطلاح چه نسخه هایی وجود داره و چطور میتونید استفاده بکنید ازش. یه قسمت دانلود وردپرس داره. اگر روش کلیک بکنم میبینید که پوشه وردپرس برای ما در حال دانلود هستش. بسیار خوب. وردپرس برامون دانلود شد. حالا به صورت فایل زیپ برامون دانلود شده، چرا که یه سری فایل ها وجود دارن داخلش. بسیار خوب. این پوشه هستش که برای وردپرس ما دانلود شده. من این رو کاتش میکنم و میرم توی قسمت زم و در بخش htdocs، یعنی تو همون پوشه‌ای که میخوام به کاربر نمایش داده بشه پیستش میکنم. خب این بدون شک الان برای ما چیزی رو نمیاره، فقط میگه که یک فایل وردپرسی داخلش آپلود شده. شما میتونید مثلا این رو کلیک بکنید روش و فایل رو دانلودش بکنید. اما با اکسترکت کردن این فایل میبینیم که به ما یک پوشه وردپرس میده که داخل این پوشه در اصل اون فایل هایی هستن که باید فراخوانی بشن. شما در این پوشه میتونید فایل های متعدد رو مشاهده بکنید. ما جلسات قبلی با هم دیگه صحبت کرده بودیم. این فایل ها هستن که میان و ساختمان ما رو میسازن. داخل هر کدوم از این فایل ها یه سری چیزها رو درج کرده. به عنوان مثال فایل WP لاگین فایلی هستش که به ما کمک میکنه تا داخل حساب کاربریمون ثبت نام بشیم. خب یعنی اون صفحه ثبت نام رو ما میتونیم از طریق این فایل داشته باشیم. یا محتوای سایتمون میرن در قسمت WP کانتنت، یا داشبورد وردپرس ما در قسمت WP ادمین هستش. بسیار. اما الان به یک نکته توجه بکنید که ما اگر الان اینجا رفرش بکنیم باز هم به ما چیزی نشون نمیده. چرا؟ چون که فایل هایی که الان اینجا وجود دارن ما به شما گفته بودیم دیگه، میخوایم مفهوم رو درک بکنیم. تو خیلی از آموزشات وردپرسی که وجود داره به هیچ عنوان به دانشجو گفته نمیشه که چرا باید فایل های داخل پوشه وردپرس رو بیاریم بذاریم تو این صفحه و این دوتا فایل رو پاک بکنیم. این خیلی موضوعی هستش که خیلی دانشجوها متوجه نمیشن این رو و براشون گنگ باقی میمونه. ما میخوایم تماما شفاف سازی بکنیم براتون چرا این اتفاق افتاده. پرسیدن کلمه چرا به هیچ عنوان ایرادی نداره، چرا که باید ذهن شما اصولی و درست جلو بره تا بتونه مفاهیم رو درک بکنه. ببینید فایل هایی که شما میخواید به کاربرتون نشون بدید باید تو پوشه htdocs باشه. چیزی که تو پوشه htdocs نباشه، زمانی که کاربر میاد و اون آدرس رو سرچش میکنه بهش نشون داده نمیشه، یعنی یک فایل خالی نشون داده میشه. درسته؟ حالا ما میخوایم این فایل ها بیان و سایت ما رو بسازن، یعنی در اصل این فایل ها که سایت ما رو میسازن. پس اینها باید کپی بشن و در این قسمت پیست بشن تا ما بتونیم همینها رو به کاربرمون نشون بدیم، تا اینها بتونن و بیان یک صفحاتی رو ایجاد بکنن برای ما و کاربرمون با سرچ کردن لوکال هاست این فایل ها بهش نمایش داده بشن و بتونه از این فایل ها استفاده بکنه. میبینید که الان این فایل ها برامون قرار گرفت و دیگه به وردپرس ها، پوشه های وردپرس نیازی نداریم. چرا؟ چون اینها که قرار نیستش فراخوانی بشن، چون اینها که قرار نیست به کاربر نشون داده بشن. ما اینها رو اینجا اکسترکتشون کردیم فقط به خاطر فایل های داخلشون. شما یک گردو رو اگر فرض بکنید از پوست بیرونش استفاده نمی کنید، شما مغز داخلش رو میخواید. پس ما همین پوست بیرونی وردپرس رو نیازی نداریم و دیلیتش میکنیم و صرف چیزی که میخوایم فایل هایی بودن که درونش بودن. حالا اگر من بیام این صفحه رو رفرشش بکنم سایت برای من ظاهر میشه. میبینین الان این صفحه هستش که برای ما اومده و ما میخوایم وردپرس رو نصبش بکنیم. این برای شما که ادمین هستید ظاهر میشه، یعنی برای اولین بار زمانی که شما خب میخواید وردپرس رو نصب بکنید این صفحه براتون ظاهر میشه. میتونید زبانتون رو انتخاب بکنید. به عنوان مثال من روی فارسی قرار میدم و روی ادامه کلیک میکنم تا مراحل نصب رو با هم دیگه ادامه بدیم. در این قسمت حالا میخواد یه سری موارد رو به ما بگه، ما جلو میریم و اینها رو با هم دیگه کار میکنیم.
نام پایگاه داده. نام به انگلیسی چی میشه؟ نیم. درود بر شما. اگر یادتون باشه پایگاه داده رو ما ایجاد کرده بودیم. پایگاه داده همون دیتابیس هست و نیم هم براش گذاشته بودیم پیواس. پس همون نیم رو در این قسمت بهش خواهیم داد. نام کاربری پایگاه داده شما روت هستش. این رو به خاطر داشته باشید. این البته صرفاً زمانی هستش که شما از زمپ استفاده میکنید. توضیحات کامل پایگاه داده رو هم انشالله در همین جلسات خدمت شما میگم. یه جورایی داریم با همدیگه مفاهیم رو جلو میریم، چون اگر شما الان ندونید که این نام کاربری به چه دردی میخوره، این پایگاه داده به چه دردی میخوره، اینها ذهن شما رو درگیر میکنن و امکان داره که جلوتر باعث بشه که شما به مشکل بخورید. رمز عبوری براش قرار نمیدید توی زمپ، نیازی نداره به رمز عبور، چرا که داریم رو سیستم خودمون کار انجام میدیم. میزبان پایگاه داده همواره لوکال هاست هست و پیشفند جدول هم WP هستش. در مورد این پیشفند جدول و اینها هم با هم دیگه تو قسمت پایگاه داده صحبت میکنیم. روی فرستادن کلیک میکنم و حالا راه اندازی نصب رو میزنم. حالا میخوایم سایتمون رو بسازیم. وردپرس خودش میاد و برای ما سایت رو میسازه. یه عنوان برای سایتمون بذاریم. میگم که سایت آموزش وردپرس. یک نام کاربری براش بذاریم. ببینید در اصل فقط فردی میتونه به داشبورد وردپرس دسترسی داشته باشه که به عنوان ادمین شناخته شده باشه. حالا چرا باید به داشبورد وردپرس دسترسی داشته باشیم؟ ببینید شما ایجاد صفحاتتون، طراحی سایتتون، ساخت سایتتون کلا تو داشبورده. داشبورد مثل یک میز کار میمونه برای شما که پشت اون میز کار میشینید و دستور میدید که این اتفاقات بیفته و وردپرس به عنوان کارگر برای شما اون کار رو انجام میده. بنابراین داشبورد چیزی هستش که مدیر یک سایت پشت اون میشینه و دستور میده. حالا شما برای اینکه شناسایی بشید که مدیر این سایت هستید، باید خب نام کاربری و رمز عبور داشته باشید. شما نام کاربری ایجاد بکنید. به عنوان مثال من مینویسم پیواس و یک رمز عبوری هم اینجا خودش برای ما ساخته. خب اینها هم باید اینجا ثبت بشن. من در این قسمت میام پایینتر، یا میتونید حتی برای زیباتر شدن کارتون اینها رو جدا هم بکنید از هم دیگه. بنویسید وردپرس و اینجا یه یوزر و یک پس. یوزر شما هم که میشه همون پیواسی که اینجا نوشتیم. هر چیزی که اینجا بنویسید باید در این قسمت قرار بگیره. چرا؟ چون یوزر یا نام کاربری شما این میشه. خب رمز عبور رو هم اینجا کپیش میکنیم و در قسمت پس وارد میکنیم. یک ایمیل هم بهش میدیم که اگر اتفاقی داخل سایت افتاد ما بتونیم از طریق این ایمیل کارمون رو جلو ببریم. کمک میکنه بهتون. جلوتر میگم چرا. و یک قسمت هم داره نمایش به موتورهای جستجو که صرفاً الان این رو بدونید اگر تیکش رو بزنید با سرچ کاربران داخل گوگل دیگه نمیتونید رتبه بگیرید. حالا اینکه سئو چیه و اینها بهتون کامل در طول دوره توضیح میدم. بسیار خب، یه ایمیل هم اینجا به عنوان پیشفرض وارد بکنیم. مثلا همین یه ایمیل اینجا بنویسیم و با فرمت @gmail.com این ایمیل رو وارد بکنیم و روی راه اندازی وردپرس کلیک بکنیم. میتونید یوزر و پسورد رو هم سیوش بکنید که موقع ورود اینها به صورت پیشفرض وارد بشن. میبینید که اینجا نام کاربری موقع ورود پیواس هست و پسوردش هم همین پسوردی هستش که الان ما کپی پیستش کردیم. اگر روی مرا به خاطر بسپور کلیک بکنید دیگه نیازی نیستش هر بار وارد میشید اینها رو درج بکنید. روی ورود کلیک بکنید و وارد پیشخوان وردپرستون بشید. اینجا پیشخوان وردپرس هست. یه سری موارد داره. همه اینها رو خدمتتون توضیح خواهیم داد. میگیم که چی هستن، ولی حالا قبلش یه سری مفاهیم رو هم باید کار بکنیم. ما اگر الان سایت رو باز بکنیم، یعنی رو خود لوکال هاست درج بکنیم، میبینید که یک صفحه میاد. خب این صفحه پیشفرضیه که خود وردپرس برای ما ساخته. خب ما باید این رو تغییرش بدیم. ما باید این صفحه رو عوضش بکنیم. ظاهرش باید تغییر پیدا بکنه. اینها رو بهتون میگیم چطوری و کامل در جلسات آینده با هم دیگه در موردشون صحبت میکنیم. اما حالا قبل از اینها ما یه چیزی رو هم با هم بررسی بکنیم. ببینید سایتتون که بالا میاد لوکال هاست، یعنی این صفحه‌ایه که به کاربر نمایش داده میشه و پیشخوان وردپرس رو اگر دقت بکنید WP ادمینه. همین رو که ما اینجا گفتیم بهتون از پوشه WP ادمین برای داشبورد استفاده میشه. این چیزایی که این تو هستن این صفحه رو برای ما ساختنش.
و این رو فقط شما که به عنوان مدیر وارد شدید بهش دسترسی دارید. کاربر عادی بهش عنوان نمیتونه این سفر رو بیاره. اگر این حتی این عبارت و این آدرس رو سرچش هم بکنه، باز هم هدایت میشه به صفحه اصلی سایت. یا اینکه ازش یوزر پسورد میخواد، میگه اگر که شما ادمین هستید باید یوزر پسورد درست بزنید و اگر این یوزر پسورد رو شما به کسی داده باشید اون میتونه به داشبورد سایت شما دسترسی داشته باشه. اما حالا اینها رو بذاریم به کنار. این بحث نصب وردپرس بر روی زمپ و لوکال هاست بود. حالا ما در جلسه آینده به شما میگیم که اینها رو چطور همین فرایند رو روی هاست و دامنه واقعی انجام بدید. خب این اتفاقی که الان افتاده و لوکال هاست آدرسی هستش که فقط تو سیستم من کاربرد داره. در مورد اینها که مفصل با هم دیگه این جلسات قبلی صحبت کرده بودیم و حالا در جلسه آینده ما میایم این بحث سرور رو توضیح میدیم و میگیم به شما که چطور سایت و وردپرستون رو روی یک هاست و دامنه واقعی نصب کنید. حالا از اونجایی که میخوایم یه مقدار این جلسه پربارتر بشه، یه سری توضیحات کلی در رابطه با هاست و دامنه خدمت شما عرض بکنم تا مفاهیم رو بهتر درک بکنید. ببینید عزیزان، من اینها رو پاک بکنم. اتفاقاتی که میفته در اصل زمانی شروع میشن که کاربر خب سوار این ماشینه شده، اومده رسیده به سایت ما، خب و یه جورای اتفاقات از اینجا شروع میشن. تمام این رخدادهایی که توی سایت اتفاق میفتن در داخل فضایی به نام سرور اتفاق میفتن. داخل یک سایت یه سری فایل وجود دارن، یه سری اطلاعات. فایل ها رو که در موردشون صحبت کرده بودیم، همون فایل های PHP، HTML، JavaScript، اینها همه اینها هستن که خب سایت شما رو میسازن و میتونید استفاده بکنید. حتی تصاویر هم فایل حساب میشن، صوت فایل حساب میشه، ویدیو، اینها همه فایلن و در داخل هاست شما ذخیره میشن. خب و اینها حتما بایستی در همون پوشه پابلیک HTML و یا htdocs ذخیره بشن. اما اطلاعات شما که بهشون دیتا هم گفته میشه باید در پایگاه داده یا همون دیتابیس ذخیره بشه. اگر کاربری اومده و داخل سایت شما لاگین کرده، هیچ فایلی اضافه نکرده بلکه یک اطلاعاتی رو وارد کرده. به عنوان مثال من کاربر میام داخل سایت شما و یک حساب کاربری میخوام ایجاد بکنم، میام اونجا یک یوزر درست میکنم و یک پسورد میسازم. اینها هر کدوم یک سری دیتا هستن و یا حتی مدت زمان موندن من، IP من چی بوده، دستگاهی که ازش استفاده میکردم، اینها همه اطلاعاتن، اینا همه دیتا هستن که داخل سایت من باید ذخیره بشه جایی تا سایت به درستی کار بکنه. تمام این دیتا ها باید در داخل دیتابیس ذخیره بشن. به خاطر همین بودش که اول کار ما اومدیم دیتابیس ساختیم که بعدش جلوتر بتونیم یک یوزر پسورد برای ادمین بسازیم. اگر اینها رو نمی ساختیم که نمیتونستیم یوزر و پسورد قرار بدیم. پس فایل های شما در داخل هاستتون ذخیره میشن و اطلاعات شما در داخل پایگاه داده‌تون ذخیره میشن. حالا پایگاه داده ما اینجا PHP my admin بودش و دیدید که ما اومدیم یه چیزی حالا ساخت و میدونید که شما داخل پایگاه داده چیزی دارید به نام جدول. اطلاعات شما به صورت جدول ذخیره میشن. یعنی مثلا همین یوزر و پسورد، یوزر یک ستون هست و یوزرهای مختلفی که در زمانهای مختلف ساخته شدن در ستونهای جلویی اون ذخیره میشن. یا پسورد یک ستون هست به صورت عمودی و بقیه به صورت افقی قرار میگیرن. اینها اطلاعاتی هستش که شما باید در مورد SQL سرور داشته باشید و به هیچ عنوان نیازی نیست برای کار کردن با وردپرس بهشون تسلط داشته باشید. همین حد اطلاعات پایه‌ای که الان دارم به شما میدم رو داشته باشید خیلی هم زیادی هست و خیلی از افرادی که دارن الان فعالیت میکنن همین اطلاعات رو هم ندارن. اما یک مقدار ویدیو رو ببرید عقب‌تر. یکم عقب‌تر از ما یه سری چیزهایی خواسته بود. چی خواسته بود؟ یک نام پایگاه داده خواسته بود. نام پایگاه داده. بعدش از ما یک نام کاربری پایگاه داده خواسته بود. بعدش از ما رمز پایگاه داده رو خواسته بود و یه سری موارد دیگه. این سه تا مهم بودن. برای اینکه بهتر درکشون بکنید چی هستن، نام پایگاه داده، ببینید شما این سرور رو فرض بکنید. خب فرضاً این قسمتش کلاً برای چیه؟ برای فایل هاست. یعنی این قسمتش فایل ذخیره میشه. حالا این قسمتش هم چیه؟ پایگاه داده. شما میتونید پایگاه های داده متعددی داخل این ایجاد بکنید. خب
و هر کدوم از این پایگاه‌های داده یک نامی دارن که به اون گفته میشه نام پایگاه داده. اما حالا این رو یه مقداری بزرگترش بکنیم. این همون پایگاه داده بزرگ، این فضایی هستش که هاست در اختیار ما برای پایگاه داده قرار داده و اینها هم هر کدوم پایگاه‌های داده مختلفی هستن که وجود دارن و تا بی نهایت ما میتونیم حالا البته با توجه به ظرفیت سرورمون که چه سروری داریم تهیه میکنیم و قدرتش چقدر هست و نام پایگاه داده میشه هر کدوم از اینها. به اینها گفته میشه پایگاه داده. اما داخل هر پایگاه داده شما میتونید یک کاربر بسازید. یعنی بیاد داخل این پایگاه داده ما یه سری اطلاعات ذخیره بشه. مثلا این کاربر پایگاه داده ما برای سایت پیواس باشه، pivas.ir. این یکیه مثلا برای دیجیکالا باشه. البته خب این مورد به هیچ عنوان امکان پذیر نیستش که خب هم پیواس و دیجیکالا توی یه سرور باشن و اینها. من دارم مثال میزنم خدمت شما که هر کدوم یه نام کاربری هست که نام کاربری پایگاه داده شما رو مشخص میکنه. حالا برای ورود به هر کدوم از اینها، برای اینکه به اصطلاح محافظت بشن، یک رمزی هم قرار میگیره. خب برای کل پایگاه داده که رمز نیازی نیستش. چرا؟ چون اصلا بیاد طرف داخل بره پایگاه داده به چیزی نمیتونه دسترسی داشته باشه. اما داخل هر نام کاربری، داخل هر کاربر پایگاه داده هستش که اطلاعات مهمی داخلش هستن. حالا ما اینجا چیکار کردیم؟ شما اگر بخواید از سرور واقعی استفاده بکنید، از همون هاست و دامنی واقعی استفاده بکنید، اینها هر کدوم نام دارن. یعنی یه نام برای پایگاه داده میذارید شما خودتون موقع ایجاد، یه نام کاربری ایجاد میکنید و یک رمز هم برای نام کاربری میذارید و اینها رو در این پوشه هم درج میکنید تو قسمت دیتابیس. اما اینجا ما فقط نام برای پایگاه داده گذاشتیم و گفتیم مثلا باشه پیواس. نام کاربری نذاشتیم. چرا؟ چون نام کاربری دیگه نیازی نیست. شما دارید از زمپ استفاده میکنید، فرد دیگه نمیتونه از اینترنت واردش بشه. پس نه دیگه نیازی به نام کاربری داره، نه نیازی به رمز داره. نام کاربری شما و تنها کاربری که میتونه از یک پایگاه داده استفاده بکنه همون روت یا پوشه سایت شما هست. اگر دقت کرده باشید در قسمت نام کاربری ما نوشتیم روت. چرا؟ چون ریشه سایت ما روت هستش و نام کاربریمون و سایتی که داره ازش استفاده میکنه همون روته. و رمزی هم براش قرار ندادیم، فیلد رو خالی گذاشتیم. چرا؟ چون لوکال هاست هست و ما برای روتمون رمزی قرار ندادیم که بخوایم به اصطلاح اینجا قرارش بدیم. حالا جلسه آینده باز هم ما این مواردی که الان به شما گفته شد رو داخل هاست واقعی میخوایم که قرار بدیم. یعنی پایگاه داده بسازیم، نام کاربری بسازیم، رمز برای پایگاه دادهمون بسازیم و اینها رو قرار بدیم و به اصطلاح کارمون رو جلو ببریم توی هاست و دامنه واقعی. اینها تمام مفاهیمی بودن که شما بایستی از سرور میدونستید. حالا مفاهیم دیگه هم وجود دارن که تو خود وردپرس باید بهشون اشاره بکنیم. ما جلسه بعدی میخوایم اینا رو نصبش بکنیم روی یک هاست و دامنه واقعی و حالا شاید اگر که زمان شد در مورد مفاهیم خود وردپرس هم با هم دیگه صحبت میکنیم. اینکه برگه چی هستش و چه مفهومی داره مهمه. اینکه شما بدونید که با قرار دادن اسلش و نوشتن یک عبارت چه اتفاقی میفته، این مهمه که درک بکنید این موضوع رو. بسیار خوب عزیزان، مطلب دیگه این نمیمونه. واقعا عذرخواهی میکنم بابت اینکه یه مقدار مطالب رو داریم تئوری آموزش میدیم. میخوام که اصلا این فصل رو اختصاص بدیم به بحث تئوری، چون مهمه. ما افراد زیادی رو داریم که وردپرس کار میکنن و طراحی سایت با وردپرس رو انجام میدن، اما فقط اونهایی میتونن درآمد خیلی بالایی از وردپرس داشته باشن که واقعا به مفهوم وردپرس و مفاهیم دیتابیس و سرور و اینها تسلط دارن. خیلی راحت‌تر میشد این موارد رو بیایم فقط خدمت شما مراحل رو بگیم که وردپرس رو نصب میکنید، بعدش میاد اینجا مثلا این کار رو انجام میدید و تمام. ما حتی میتونستیم تو این جلسه کلا وردپرس رو با هم دیگه تموم بکنیم. اما این باعث میشه که شما تبدیل به فردی بشید که فقط و فقط بلد یک متد خشک و خاص رو جلو بره و بدون شک داخل تمام پروژه‌هاتون به مشکل میخورید. پس تمام سعی من در این دوره این هستش که شما رو یک طراح سایت بکنم، نه صرفاً فردی که به وردپرس تسلط داره. خیلی ممنون از اینکه تا به الان با ما همراه بودین عزیزان. تا جلسه آینده شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون باشه.